داستان داریمه. بابا ما برای چی میریم مدرسه؟ برای اینکه درس زیاد بگیریم پسرم. خب ما میتونیم از گوشی همه اینا رو یاد بگیریم که. پسرم چی جوری از گوشی یاد بگیریم؟ ما الان چت جی پی تی داریم دیگه، نصف مشکلات حل شده. راست بگی پسرم، الان علم پیشرفت کرده. آره دیگه علم پیشرفت کرده، بعضیا دارن ورشکسته میشن. یه سوال، تو مگه مدرسه نداری امروز؟ چرا؟ دارم مدرسه ولی نمیرم. خب چرا نمیری؟ بودو آماده شو بریم. بیا یه شرط خیلی گندله ببندیم. اگه نتونی به سوالم پاسخ بدی من نمیرم مدرسه. باشه، مگه چقدر سوالات میتونه سخت باشه؟ ما چرا کشور پرتغال داریم اما کشور نارنگی نداریم؟ چی شد؟ چرا داری فکر میکنی پدر من؟ نمیتونم به سوالات الان جواب بدم. پس یعنی من نمیبری مدرسه؟ فکر نکنم. ای خدایا، خدا